در مسجد براتان ملا درس میداد، براتان میگفت اصول دین چند قسم است. به نام که 4 کتابی بخارا سرتان میگفت عقیده کدام مردم براتان یاد میداد. خبر داره؟ گوشتان نواز کنه. میگه بدان که اصول دین چند قسم است. بازم کلمه اره رم قطش یک جای میکرد. خب اره با تو بگویم. حالی شما میفهمی که اصول کی بوده، کدام مردم بوده. باز برات میگفت که اصول دین 8 قسم است. اصول دین ما 3 است مردم. توحید است، یکتا پرستی الله، رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میعاد آخرت است. این اصول دینی ماست. 3 است. اونجا برات چی میگفت؟ 8 قسم است. چی رقم برات میگفت؟ اول توحید بر مسلمان. این خوب گپ است. اول مسئله توحید به مسلمان است. چی رقم توحید داشته باشیم؟ توحید میشناسیم؟ برای ما کسی معرفی کرد؟ میگیم اقطاب است، اغواس است، اوتاد است. الله زمین ها را تقسیم کرده. متصرف ترکستان یک کس است، از کابل دیگه کس است، از سمت شمال دیگه کس است. همینطور عقیده داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم. اینطور توحید داشتیم. ملا صاحب یاد داده بود ما را. دوم باز میگفت دوم اصل عدل است به حکم سلطان. رسالت دوم اصل است. اونجا بگه عدالت پاچا. سوم امامت. گوشکای تا نواز کنی. خوب باز 4م نبوت که دوم بوده. کدام مرحله رسید؟ امامت از پیش شد. خب گوشکای تا واز کن. باز بعد از اون میگفت 5م امر به معروف، 6م نهی عن المنکر، 7م تولا، 8م تبرا. تولا و تبرا چی معنا داشت؟ اعلان دوستی با اهل بیت و 5 صحابی و اعلان براءت از ابوبکر و عمر و کل صحابه باقی. خب باز چی میگفته مسلمان؟ من گای برای شما میگم شکر الله را بکشه که درسای قرآن براتان حاصل است. قلبایتان یک دم منور شده. حدیث رسول الله برات گفته میشه. اونجا امین مولا صاحب شما را خرم جور میکرد نعوذ بالله و کافرم جور میکرد. میفهمی؟ میگفت هر کس که اصول دین ندانه چون خر در گل بند بمانه. نمیگفت؟ خر جور میکرد تانه و در گلم بند ماندگی. خب گوشت رو باز کن. موقع گریان است. خنده کردی شما. خب موقع گریان است. بابا و اجداد ما به می عقاید رفتن. تو مسلمان همینجا خرم جور میکرد. بعد از او چی میگفت؟ میگه نکایش از چیز به حکم قرآن صحیح نباشه اولاد شرامی باشه. انکار امامت و ندانستن امامت کافر هم جور میکرد تانه و بعد از اون نکایتان باطل میکرد. زنیتان زنا میکنی. نعوذ بالله. شکر الله را بکشی. شکر الله را بکشی. امروز درس قرآن عام است برش نشسته، ولی افسوس است که این ملت و این مردم این عزتمندی قدر قرآن نکرده. شما حالات این مردم هم میبین. درس قرآن منعقد میشه مردم اعتنا نکرده، بلکه سنگ اندازی کرده، خلل اندازی کرده، مردم هم نکرده. این مردم